میخوایم معادله زیر رو حل کنیم. 27 هشتم به توان x مساوی 32 به روی 243. ابتدا 27 و 8 رو به صورت توان سوم عدد 3 و توان سوم عدد 2 می نویسیم. همینطور 32 رو به صورت توان پنجم 2 و 243 رو به صورت توان پنجم عدد 3 می نویسیم. خب عبارت سمت راست رو میتونیم با استفاده از a به توان c به روی b به توان c مساوی a بیوم به توان c به صورت مختصر و جامع‌تر بنویسیم. یعنی 3 به توان 3 به روی 2 به توان 3 رو به صورت 3 دوم به توان 3 بنویسیم. همینطور در سمت راست تساوی 2 به توان 5 به روی 3 به توان 5 رو به صورت 2 سوم به توان 5 بنویسیم. رابطه به این شکل در میاد. همونطوری که میبینید 3 دوم با 2 سوم معکوس یکدیگر هستن در پایه ها. رابطه ای داریم که a به اوم مساوی b به روی a به توان منفی 1 هست. یعنی 3 دوم و 2 سوم معکوس یکدیگر هستند. وقتی جای صورت و مخرج رو تغییر بدیم منفی 1 در توان ظاهر خواهد شد. 2 سوم رو با 3 دوم جایگزین میکنیم و توان منفی 1 ظاهر میشه. به این ترتیب رابطه به این شکل در میاد. با استفاده از یک رابطه دیگه‌ای که میگه a به توان b به توان c مساوی a به توان b ضرب در c، میتونیم توانها رو هم در هم ضرب بکنیم. به این ترتیب 3 دوم به توان 3x مساوی 3 دوم به توان منفی 5 به دست میاد. خب دو عبارت تواندار با هم برابر هستند و در این حال پایه ها هم با هم برابرند. لذا توانها هم با هم برابر خواهد بود. 3x مساوی منفی 5 به دست میاد. با تقسیم طرفین رابطه به عدد 3 x مساوی منفی 5 سوم به دست میاد. بنابراین جواب معادله ما x مساوی منفی 5 سوم خواهد بود. برای تمرین بیشتر مقدار عبارت زیر رو به دست بیارید. منفی 2 ضرب در منفی 2 به توان 2 به اضافه 2 به توان منفی 2 کلاً به توان منفی 2. موفق و پیروز باشید.